خب به اینجا میگن شانشین. با چند تا بچه ها اومدیم اینجا اسکی کنیم. آقا فرنام هم اینجاست که یه زندگی خیلی بد شده. اینجا جنگله. اینجا حیوان نداره. اینا فابریکه ها، از این جورا برابا نیست ها، فابریکه. این که اینی موریه داش فرام سعید شوتی دیدی اینا؟ اول فضان عزیز خانی چه حسی داری الان؟ من حس خوبی دارم همه خفنا فیلم میگیرم. نه یا دوربینو نخو. ارتفاعات آدم خارها این هم علیرضا خانی همون چه فیلم میگرفت. اینا دو سه تا جونوریم این بالا که میخوایم اسکی کنیم. من تو کلیپ اصلا این میگه این همون فردا فرنام ایرانسله. اون موری میخواد خودکشی. موری نکش بهمن راه ننداز. موری میخواد بهمن راه بندازه. این سنگو نگاه کن رفت گیر کرد رفت. الان نصف بده جک میرسه. بچه ها دارن سنگ بازی میکنن. یا منو بگیر، ابوالفضل منو بگیر خودم دارم با سنگ. ما وحشیم نمیره. حالا به خاطر اینکه نمیره سنگا واکس نداره. هر دو پرتش میکنم. برعکس خودمون نه. پرتاب دیسک دلبر نمیره آقا نمیره زور نزنی. از ایسکاپای پیسی اول میکنم. پیست هم میگی بچه ها ببینن. پیس که معلوم نی. پیس انقدر دوره. ما رد کردیم اینجا. آقا این دیگه میره. آقا نیا. واک رفت. آقا اگه به تیزی که میره. آبی استمورد بچه ها مه اصلا معلوم نیست. بچه ها کلن دو جای که همه قله خیلی شارشین خالیه. هستیم. We love you. سلومه دوست داریم. فرنام جان شما پیغامی نداری؟ من داشت دیگه آخر من از فصله. همینجا میخوام بگم که سالومه رو دوست دارم. دیگه آخر فصله یه جورایی دیگه اسکی نمیاد. یعنی به عشق خودتون میام اسکی. اگه نه اصلا دیگه نان استاپ تو میبینی 8 آبان داریم اسکی میکنیم. خسته شدم. واقعا ولی ان شاءالله هممون سعی سالم باشیم. سال دیگه هم همین موقع اینجا باشیم. دور هم جمع بشین. ان شاءالله. بچه ها کاری ندارین؟ انشالله سال دیگه تو تهران همه دور هم. خداحافظ. تهران زندگی کنیم. خداحافظ.